ببینید مثلا من اینجا دارم رنگ‌آمیزی میکنم، مثلا میگه که وای من دارم رنگ‌آمیزی، این قلمو میزنم و اکریلیکم حالت خشم میفته، چرا اینجوریه؟ نگاه کنید مثلا شما آقا رنگ کن، خب کارتو ادامه بده. این حالت اولیه. آقا کار رو نگاه کنین، کلی نگاه کن به کار، رنگ رو نگاه کنین چقدر خوب شد، خیلی راحت تموم شد و رفت. حالا این جزئیاتش که موندرم بهتون میگم که چیکار کنیم اینا هم تموم بشه بره. خب ببینین رنگامون چیا بودن؟ سفید، آبی، زرد، قرمز. خب ببین 90% باید همین سفید باشه. خب ما الان یه خورده صبر کردیم که این مجسممون رنگش خورده استراحت کنه، این رنگ خشک بشه رو. الان میخواستم بگم که مثلا رنگ صورتی رو میخوام درست کنم. آقا همین آبی که داریم و قدر همین آبی که داریم رو بدونیم. خب ببینین میایم الان میزنیم به قلمون رو میزنیم به رنگ قرمز. گفتم قدر این آبیمون رو بدونیم، یعنی این الان بهتون میگم با این آبی ترکیبش. آقا من خب اومدم همین رنگی که اینجا قرمز اضافه کرده بودم و نگاه کن، اینجا گفتم یه خورده قرمزش اضافه شده، اگه خشک بشه که یه خورده خشک‌تر بشه که عالی تر میشه. این حالتی میزنم قلمو بهش، یه حالت رنگش تقریبا پخته تر میشه اینجوری. خب ببینید بازم برای اینکه هنرن در هنر بشه، آقا من رفتم حالت، ببین اینجا این ترکیبمون رو که یادتونه، من اومدم این قسمتی که در حال خشک شدنه، یعنی خیلی الان آقا هنوز با این سفیده کار داریم. ببینین یه ذره خشک شده روش، اشکال نداره. میایم من همچنان با همون رنگ صورتی در حال خشکم، نیمه خشکم برداشتم. اینا رو نگاه کنی الان چه قشنگ. مثلا اینجاها